سلام، ببخشید بانک؟ بله. ببخشید شما بیشتر پول دارید یا اون باجه؟ یعنی چی؟ همه به یه اندازه پول داریم دیگه. خب چرا بغل هم بانک زدید؟ چی میخواین؟ ما وام می‌خواستیم. ضامن دارین؟ اگه میشه شما خودتون ضامن ما بشید. ولی ما به شما اعتماد داریم. یعنی چی؟ شما اصلا اینجا حساب ندارین. خب شما باید به ما پول بدید که ما اینجا حساب باز کنیم دیگه. اسکاله بفرما بیرون. کجا؟ پولا رو آوردن؟ بریش کن بابا، بیا بریم بانک خودمون رو بزنیم. آفرین. سلام، بفرمایید. من می‌خواستم از حسابم پول بردارم. بیخود دفعه پیش برداشتی چیکار کردی؟ به تو چه؟ بیا این 100 تومن، ولی زشته با 40 سال سن هنوزم از ما پول میگیری. این پولا چرا انقدر بزرگه؟ بزرگ که بهتره. اصلا این شکلی نیست. این چاپ مجموعه خودمونه. امیدوارم که خوشتون بیاد. اینو که نمیشه خرج کرد. بهتر خرج الکی هم نمی‌کنی. پشتش چرا تقویم 403 داره؟ باحال نشده؟ اون پایینش هم فال حافظ داره. آره، مال شما چی نوشته؟ چی میگید؟ اصلا چرا سیاه‌سفیده؟ بانک گذشته این دیگه. اون موقع سیاه‌سفید بود. البته میتونید به سلیقه خودتونم رنگش کنید. بله اینجوری بالاترم هست. تنوع اقوام اصلا کل پولمو بدید. پول نداریم. یعنی چی؟ حقیقتش پولتون رو یه مال خرج اتوبان زدین، پولش برگشت میدین. من از شما شکایت